یکی از چهره‌های کلیدی تاریخ کلیسا آتناسیوس اسکندرانی بود. یک اسقف قرن چهارمی که با نگاه‌های عمیق الهیاتی، پایداری سیاسی و نوشته‌هاش نقش مهمی توی شکل دادن به چیزی ایفا کرد که بعدها به عنوان مسیحیت ارتدوکس شناخته شد. دفاع بی‌امانش از ایمان نیقیه‌ای، تلاش‌هاش برای پیوند دادن روحانیت زاهدانه با ساختار کلیسا و نقشش توی تنظیم کتاب‌های رسمی مسیحیت و آیین‌های عبادی باعث شد میراثی از خودش به جا بذاره که هنوزم روی باور و هویت مسیحیان اثر داره. آتاناسیوس حدود سال 295 میلادی توی اسکندریه به دنیا آمد، شهری که اون زمان یکی از مراکز فرهنگی و مذهبی مهم توی امپراتوری روم بود. درباره سالهای اولیه زندگیش اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی میدونیم که از یک خانواده غیر مسیحی میومد. بعد از اینکه مسیحی شد و نشون داد که توی مسائل الهیاتی استعداد زیادی داره، توجه اسقف اسکندریه یعنی اسکندر رو به خودش جلب کرد. اسکندر شد منتور و حامیش و بعدها اون رو به عنوان شماس منصوب کرد. وقتی اسکندر در سال 328 میلادی فوت کرد، آتاناسیوس با اینکه هنوز جوان بود به عنوان جانشین اون اسقف جدید انتخاب شد. طرفداراش اون رو فردی پرشور، دیندار و با ایمان میدونستن و از این انتخاب استقبال کردند. ولی این انتصاب بدون حاشیه هم نبود، مخصوصاً از طرف گروه‌های درون کلیسای مصر مثل ملیت‌هایی که سالها درگیر جدایی و اختلاف با بدنه اصلی کلیسا بودند. از همون شروع دوره اسقفیش، آتاناسیوس مستقیم افتاد وسط یکی از مهمترین جدل‌های الهیاتی قرن چهارم، دعوای معروف به مناقشه آریوسی. آریانیسم یا آریوس باوری آموزه‌ای بود که یک کشیش اهل اسکندریه به نام آریوس مطرح کرده بود. طبق این دیدگاه مسیح یعنی پسر خدا همزاد و هم ارز با خدای پدر نیست، بلکه مخلوقیه که در یک زمانی آفریده شده. اما آتاناسیوس قاطعانه طرف اعتقادنامه نیقیه رو گرفت، همون متنی که توی شورای نیقیه در سال 325 میلادی تصویب شده بود و به صراحت اعلام می‌کرد که مسیح همزاد با پدره. پافشاری آتاناسیوس روی این باور نه فقط مسیر کل خدمت کلیساییش رو شکل داد، بلکه باعث شد از یه طرف برای حامیانش به یه قهرمان تبدیل بشه و از طرف دیگه برای دشمنان قدرتمندش به هدف اصلی حمله اونها. آتاناسیوس به خاطر مخالفت سرسختانش با آریانیسم که حتی بعضی از امپراتورهای روم هم ازش حمایت می‌کردند، بارها با مشکل روبرو شد. در واقع حداقل 5 بار از اسکندریه تبعید شد و در مجموع حدود 17 سال از جایگاه اسقفی خودش دور بود. با اینکه این تبعیدها از نظر سیاسی ضربه‌هایی به شمار می‌آمدند، ولی نه تنها باعث تضعیف موقعیتش نشدند، بلکه حتی شهرت و اعتبارش رو هم بیشتر کردند. آتاناسیوس تبدیل شد به نماد پایداری و سلامت فکری در باورهای الهیاتی، به خصوص تو چشمه جوامع روحانی مصر. راهبان که خودشون هم اهل زهد و ریاضت بودن، آتاناسیوس رو یه روح همدل و هم مسیر می‌دیدن، کسی که نه تنها اهل تقوا بود، بلکه با تمام وجود از پاکی و درستی ایمان دفاع می‌کرد. تأثیر آتاناسیوس فقط محدود به الهیات نبود، بلکه به بافت اجتماعی و سازمانی کلیسا هم کشیده شد. اون نقش کلیدی تو ادغام جنبش‌های زاهدانه و دیرنشینی تو سلسله مراتب کلیسا داشت. آتاناسیوس به جای اینکه راهبان رو آدم‌های منزوی و افراطی ببینه، اونها رو متحدان ارزشمندی در مبارزه برای حفظ راستیشی میدید. روابط نزدیکی با رهبران دیرنشین داشت، به جمعشون سر میزد و اونها رو به عنوان مدافعان ایمان معرفی میکرد. با وارد کردن دیرنشینی به زندگی کلیسا، آتاناسیوس نه تنها یه پایگاه حمایتی قدرتمند به دست آورد، بلکه کمک کرد دیرنشینی تبدیل به یک نهاد ماندگار در مسیحیت بشه. آتاناسیوس در سال 373 میلادی درگذشت، بعد از دهه‌ها مبارزه سیاسی و الهیاتی، اما تا پایان عمر بیشتر دشمنانش رو پشت سر گذاشته بود و مواضع الهیاتیش پیروز شده بود. امروز او به عنوان یکی از بزرگترین پدران کلیسا به شمار میاد، شخصیتی برجسته در تاریخ تفکر مسیحی که آثارش هنوز هم مورد مطالعه و احترام قرار میگیرند. در نهایت آتاناسیوس اسکندریه فقط یک اسقف یا الهیدان نبود. او معمار اصلی مسیحیت به شکلی بود که ما امروز میشناسیمش. از دفاعش از ایمان نیقیه، نبوغ ادبیش، ادغام هوشمندانه دیرنشینی در حیات کلیسایی و تلاش‌هاش برای وحدت عملی مسیحی، آتاناسیوس هویت الهی و سازمانی کلیسای مسیحی رو شکل داد.
او در برابر مخالفت‌های امپراتوری ایستاد و آسایش شخصی رو فدای حقیقت اعتقادیش کرد. میراثش فقط مقاومت نبود، بلکه تأثیر عمیقیه که ساختارهای الهیاتی و کلیسایی رو پایه‌گذاری کرد که تا امروز مسیر ایمان مسیح رو هدایت می‌کنن.